10 تا از عجیب‌ترین واقعیت‌های علمی که باعث میشن یه جور دیگه به دنیا نگاه کنی. اگه دنبال دانستنی‌های واقعی و عجیب هستی، این ویدئو مخصوص توئه. بریم سراغ شماره 1. میدونستی بدن ما انسان‌ها از خودش نور ساطع میکنه، ولی این نور اونقدر کمه که چشم انسان نمیتونه ببیندش. دانشمندا با دوربین‌های حساس نشون دادن که بدن ما در طول روز کم کم نور تولید میکنه، به خصوص از صورت، دست‌ها و گردن. شماره 2. زنبورهای عسل ریاضیدان هستند. زنبورهای عسل موقع ساخت کندو 6 ضلعی‌های دقیق هندسی می‌سازند، چون این شکل بیشترین ذخیره عسل با کمترین موم رو ممکن می‌کنه. اونا ذاتاً از قوانین بهینه‌سازی ریاضی استفاده می‌کنن. شماره 3. دی انسان میتونه کل اینترنت رو ذخیره کنه. فقط در 1 گرم دی میشه 215 پتابایت اطلاعات ذخیره کرد. یعنی کل دیتای گوگل و یوتیوب میتونه در 1 قطره جا بشه. شماره 4. قد انسان در فضا بلندتر میشه. در نبود جاذبه ستون فقرات باز میشه و باعث میشه فضانوردها تا 5 سانتی متر قد بلندتر بشن. ولی وقتی به زمین برمیگردن قدشون به حالت قبل برمیگرده. شماره 5. اختاپوس، موجودی با هوش فرازمینی. دانشمندان معتقدند دی اختاپوس به شدت غیرعادیه. برخی ژن‌های اون شبیه به هیچ موجود زنده‌ای روی زمین نیست. شماره 6. مغز انسان سریعتر از نور عکس‌العمل نشون میده. مغز شما در کمتر از 13 میلی ثانیه میتونه یک چهره رو تشخیص بده. از بعضی کامپیوترهای پیشرفته هم سریعتره. شماره 7. حلزون‌ها تا 3 سال میخوابن. اگه هوا خشک باشه، بعضی حلزون‌ها وارد خواب زمستونی خیلی طولانی میشن. بعضیاشون تا 3 سال بدون آب و غذا دوام میارن. شماره 8. آهنگ توی ذهن، ایرورم. تا حالا شده ای آهنگ هی تو ذهنت بخشه و نتونی متوقفش کنی؟ این پدیده واقعیه و اسم اینش هست ایرورم. شماره 9. پوست هر ماه عوض میشه. پوست شما هر 27 روز به طور کامل بازسازی میشه. یعنی هر ماه با یه پوست جدید زندگی میکنی، حتی اگه خودت متوجه نشی. شماره 10. رنگ واقعی خورشید سفیده. خورشید اصلا زرد نیست. نورش سفید خالصه. ولی رو جو زمین باعث میشه زرد دیده شه. اگه از فضا ببینیش مثل لامپ LED سفید میدرخشه. کدوم حقیقت برات عجیب تر بود؟ تو کامنت ها بنویس. اگه دوست داشتی لایک کن و سابسکرایب یادت نره. منتظر کلیپ های بعدی ما باشید.